سلام و صبح بخیر. ببینید چه خبره امروز. خب قسمت قبلی این بخش جدا کردیم و کاشتمش تو بقیه باغچه برای که سبک درش کنم. تو این گلدونه هم کاشتم، ولی حالا ببینید اینو روز اول که کاشتم، حالا فیلمشو ندارم ولی کاملا پژمرده بود. 3 روز طول کشید تا سر حال شه. من گفتم این دیگه نابود شده و باید جایگزینش کنم، ولی نه، یه خورده کجه ولی داره سر حال میشه. اینا رو ببینید، قشنگ 2 برابر این میشه و قطرش هم 2 برابر این میشه یا 3 برابر. بعد شروع میکنه محصول دادن. محصولش هم فکر کنم چند بار محصول بده. لالای عباسی هم کل باغچه رو گرفته، ولی من تو این باغچه فقط میام سراغ این گوجه قشنگ. صاحب